سر کار به وقت املت قارچ. سلام دوستان، امروز املت قارچ داریم. یه جلو ما رو بگیم صبحونه سرکاری ها. ببین خب دوستان، میریم برای ادامه صبحونه در کنار اساطیر، اوغلا، امنا، چیپس فلفل سیاه دلمنظر اینجوری خورد میکنیم. راه کار رو نشون بده. راه کار رو چرا خورد میکنیم میریزیم روشون، ولی الان نه. sont comme le bon vin, ils donnent de la joie ou bien du chagrin. دوستان اینم از میز خوراکمونو، اینم اینو لقمه رو بگی فرمایید. اوچه لقمه رو آقای نظر یه بی جلوتر. لقمه رو ببین چه کرده. جای لاستیکایی که دستی کشیدن داخل مایتابه قشنگ خوشمزه بود. اوه